به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. من عباس ملکی هستم، مهندس نرم افزار با 15 سال سابقه فعالیت در این حوزه. در خدمت شما عزیزان هستیم با توجه به بحث پروداکت دیجیتال و علل خصوص بانکداری دیجیتال که این روزها خیلی مورد توجه و اقبال قرار گرفته. قصد داریم که طی یک سری ویدیوهای 30 دقیقه‌ای یه بررسی اجمالی روی یه بررسی فنی اجمالی روی معماری بانکداری دیجیتال داشته باشیم. خب حالا مطالبی که میخوایم در این خصوص در خصوصش صحبت بکنیم و خدمتتون عرض کنم. خب ابتدا مفاهیم پایه از دید معماری بانکداری دیجیتال رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. در خصوص فرانت آفیس، بک آفیس عرض کنم خدمتتون، میدلور آفیس ها صحبت خواهیم کرد. در خصوص معماری بانکداری باز صحبت میکنیم. در خصوص اپروچ اوپن API میایم صحبت میکنیم. در خصوص API led connectivity و معماریش و دیزاین پترناش صحبت خواهیم کرد. در خصوص Identity and Access Management Architecture صحبت خواهیم کرد. معماری بحث سیام و ایام Customer Identity and Access Management، Enterprise Identity and Access Management رو صحبت خواهیم کرد. پلتفرم هایی که در خصوص آنالیتیکس هستش میم صحبت میکنیم. API آنالیتیکس رو صحبت خواهیم کرد. در خصوص کاستومر اکسپریانس پلتفرم ها صحبت خواهیم کرد. اومنی چنل رو میایم صحبت میکنیم در خصوصش که خیلی مبحث مهم و جالبی هستش. در خصوص کاستومر انگیجمنت آرکیتکچر صحبت خواهیم کرد. عرض کنم خدمتتون که در خصوص کاستومر اکسپریانس آنالیتیکس صحبت خواهیم کرد. بحث مرتبط با کاستومر فولفیلمنت اند سرویس منیجمنت، نحوه مدیریت سفر مشتری رو و اوردر ارکستریشن انجین رو از اجزایی هستن و ماژولایی هستن که تو کاستومر اکسپریانس پلتفرم لحاظ میشن، به اونها خواهیم پرداخت. بعد میریم سراغ بحث دیجیتال بانکینگ اینتگریشن آرکیتکچر، بحث میدلور و سولوشن های مختلفش رو میریم صحبت میکنیم. معماری ماکرو سرویس رو میریم صحبت میکنیم. بحث کلاد نیتیو اپلیکیشن ها رو که تو بحث دیجیتال بانکینگ چه جایگاهی دارن مورد بررسی قرار میدیم. سعی میکنیم اینا رو با کیس های مختلف مثل منزو اینها رو هم بیایم در خصوصش بررسی کنیم. در خصوص سرویس مش میایم صحبت میکنیم. در خصوص دیتا استریمینگ اینتگریتور سولوشن ها میایم صحبت میکنیم. میکرو سرویس آرکیتکت فور مدل دیجیتال پلتفرم ها رو میایم صحبت میکنیم. بحث دیجیتال بانکینگ، چالنجر بانکینگ، نئو بانکینگ و بانکداری باز رو میایم صحبت میکنیم. در بحث KYC رو میایم در خصوصش صحبت میکنیم. بحث در خصوص معماری بانکینگ از سرویس رو صحبت میکنیم. در خصوصش معماری بانکینگ از سرویس سولوشن رو بررسی خواهیم کرد و سعی میکنیم که دیجیتال بانکینگ آرکیتکت رو یک کیس استادی ازش صحبت بکنیم. این کلیاتی هستش که ما سعی میکنیم توی این دوره در خدمت شما عزیزان باشیم. تقاضایی که دارم از عزیزان این هستش که ضمن اینکه مشترک کانال ما میشید، کانال ما رو هم به دوستان خودتون معرفی کنید و عزیزانی که به این مطالب علاقه دارن این مطالب در اختیارشون قرار بگیره. امیدوارم که دوره خیلی خوبی با هم داشته باشیم. ما رو در قسمت کامنت ها راهنمایی بکنید، نقطه نظرتون بفرمایید. ما هم سعی میکنیم حداقل فاصله بین ویدیوهایی که توی کانال قرار میدیم فاصله کوتاهی باشه که مطالب زودتر به دست دوستان برسه. فعلا خدا نگهدار.